رو ویران میکند. در مقابل بازیگری رقم 20 کمال محمد فرصت برای بازیگری دسته کوکتوش و حالا امکانیت بود ضربه و گل حساب شده میشود. بیننده عزیز در دقیقه 26 رقابت علی جان توردی نظرов به توجه میکنیم توپ شاید خطی میدان رو عبور نکرده است. بازیگر میبینیم در همین لحظه و شاید در روی خط بود. واسه این چیز خلاصه برآوردن خیلی دشوار است ولی فکر نمیکنم که توپ از میدان بیرون شده باشد. ادامه حمله اسخط فرصت هست. حالا دروازه‌بان به پیش میبرد. دروازه خالی است. فرصت برای فوتبالبازی اسخط و گل. حساب 1-1 دلشاد کریموف. یک بار دیگر میبینیم دروازه‌بان واقعا هم اشتباه کرد. چرا از دروازه بیرون آمد نامعلوم. در دقیقه 31 بازی حساب برابر شد. و بودن حتی اعظم مرادوف هم نتوانست دروازه دسته کوکتوش رو از گل مینی گل برد. 1-1 دلشاد جان کریموف زد. نتوانست تا انجام بازی کند. چندان شاید روزی نباشد. ادامه حمله دسته کوکتوش و گل. حساب کشاد افزون میشود 2-1 و باز هم عزیزبک سلطانов توپ رو به کنج دروازه دسته حریف روان کرد. بهترین امکانیت بود برای بازیگران کوکتوش و این دفعه شفچنکو نتوانست ضربه رو برگرداند. دومای حمله دسته اسخط هم پس بسیار عمالی مبین جان مومینوف فرصت دارد این بازیگر ضربه و گل. مبین جان مومینوف دقیقه 56 رقابت بار دیگر توجه میکنیم پس هم بسیار عالی بود و اگر پس هم میداد مبین جان مومینوف بر رستم صبورov باز امکانیتی دیگر پیدا میشد ولی خود او دروازه دسته کوکتوش رو رخ نکرد. توپ رو خیلی بلندتر برد توی دروازه کرد که اونجا و یک امکانیت بسیار مناسب گل. دقیقه 67 رقابت و این هم عزیزبک سلطانov بیننده عزیز و بسیار پسی خوب هم بود از جانب بازیگری نیمو فیصد دسته کوکتوش. بعد خیلی این احتم خوبی بود از حمایتگری دسته کوکتوش. فرصت هست برای دسته اسخط مبین جان مومینوف و نتوانست موفق شود. پس از کنار پس بسیار هم خوب با بوهی سنگین بایف ضربه او چگونه امکانیت بود سنجر رقصی بایف ادامه حمله دسته اسخط و میگرد ادامه حمله کوکتوش اما بازم بی نتیجه. شونخانov توپ را از دست میدهد. ضربه جانب دروازه و پهلوی دروازه کمک میکند. مومینوف توپ را از دست داد. بازیگران کوکتوش حالا به حمله میروند. سانک اکنون در مقابل دو نفر قرار دارد. سه بازیگر دسته کوکتوش حالا در خط حمله باید امکانیت پیدا شود برای آنها. ضربه خالماتوف و دروازه‌بان وادیسلاو ضربه اجرا کرده شود از سوی فوتبالبازان دسته کوکتوش. فرصت بود اما بی نتیجه. امکانیت هست وضعیتی خیلی خفناک ولی دروازه‌بان تیمی فکر میکنم با مبین جان مومینوف کارت زرد نشان داده شد نه با ادامه حمله فرصت برای دسته کوکتوش و گل. سونگ گل چهارم دسته کوکتوش رو در دقیقه 94 به هدف میرساند. ماهرانه پرتاب خوب اجرا شد و سونگ توپ رو از بالای دروازه به درون دروازه روان کرد و حساب رو 4-2 کرد و بسیار عجیب است دوستان عزیز.
Самкинбоев партоби ба ҷаримаҳгоҳ ва ту берун карда мешавад ва ҳамин тавр садоиштаки довар аз поёни ин рақобат дарак медиҳад. Кӯктош бо ҳисоби 4-2 ғалаба ба даст меоварад бар тими Исхата дар сафар роҳ дод. Бобо хол муроза додам ки бозиро барои шумо шарҳу тавзеҳ додам. То гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед. Хайр. Sorry. istiqlal